توی فرودگاه بانکوک یه قسمت به عنوان استریت فود ساختن که غذای خیابونی میفروشه. حتی سربسته از خیابونی نیست، اینجوری مسقفه و شبیه فود کورته، ولی از این حله هولا و غذای خوشمزه تایلندی رو دارن اینجا میفروشن. گفتم خالی از لطف نیست دیدنش. غذاشون حدوداً بین 60، 70، 80، 110. یه سری از این گوشتا گوشت مرغ، یه سریاش هم گوشت خوکه و میگوه و تخم مرغه و اینجا هم که همش سفاریه. این هم مرغای خودمونه، همون مرغای بریون خودمونه. اینا میوه های استوایی انواع مختلف.